تجربه ها نشون میدن که معمولا افراد تازه کار این هیچ ارتباطی به اینکه فروشگاه اینترنتی هست یا نه نداره. کلیه، خب به پوینت کلی مربوط به سئو. افراد تازه کار، چه اونایی که کارفرما هستن تازه رفتن سایت زدن، چه اونایی که برنامه نویسی هن که تا الان سئو براشون هیچ اهمیتی نداشته، چه اونایی که تازه وارد حوزه SEO شدن، تجربه ها نشون میده که به طرز خیلی عجیبی برای همه این افراد ساختن URL ها و پاک کردن URL ها هیچ اهمیتی نداره. یعنی چی؟ یعنی به راحتی کارفرما میاد میگه که فلانی این کالا رو که ساختی دیروز، آره اینو چیزش کن، پاکش کن. یا کارمنده میاد یهو هر کالایی که ناموجود هست رو بعد از یک جلسه 10 دقیقه‌ای با کارفرما که جمع‌بندیش اینه که اوکی کالاهایی که موجود نیستن رو از توی دسته‌بندی ها پاک کنید، یهو میاد همه کالاها رو تو پنل ادمین سلکت میکنه، همشون رو پاک میکنه. چه اتفاقی میافته وقتی اون مثلا این URL فرض کنید تا الان در دسترس بوده، بعد وقتی پاک میشه صفحه 404 میاد و نشون میده. حالا من اگه یک کوچولو دستکاریش کنم، اگر این کالا پاک بشه از توی دیدنگار.com یه همچین صفحه ای رو مشاهده خواهم کرد. 404. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد این کالا مجدد موجود میشه، مجدد کالاها رو تعریف میکنه. یعنی یک URL که این هست یه روز 404، یه روز در دسترسه، یه روز هست، یه روز نیست. بدتر از اون URL اولیه این بوده، کالای پاک میشه، کالا دومیه که وارد میشه URLش فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی کلیدواژه کنون 90 بارها و بارها روی URL های مختلف تارگت میشه. ببین چقدر این همون مفهوم ساده که گفتیم هر یه واژه باید روی یک URL تارگت بشه. خیلی مفهوم ساده‌ای به نظر میاد، اما کسی که توی سایت فروشگاهی کار کرده قشنگ همه یه جای گشتای مختلف تو ذهنش میاد که او پس اون اتفاق هم اگر بیفته این اینجوری میشه ها، او اگر اونجوری کنیم هم این داستان پیش میاد ها. خب بار اول این کالاه تعریف شده، پاک شده، بار بعدی که همین کالاه با همین رنگ همین جوری میاد و وارد میشه URLش تغییر میکنه. خودتون رو بذارید جای سرچ انجین که قدمت براش مهمه. اگر این صفحه مربوط به 90 و دیدنگار 2 ساله داره این کالا رو میفروشه، خب این یک اعتباری پیدا کرده. اصطلاحاً این URL پیج اتوریتی پیدا کرده، PA پیدا کرده. چرا خرابش میکنی؟ چرا پاکش میکنی؟ چرا تغییرش میدی؟ با پاک کردن این از نظر کاربر شاید اتفاق خاصی نیفته، از نظر برنامه نویسم به همین شکل، از نظر تیم فروشم به همین شکل. همه آدما میگن فرقی نکرد که اسم این قبلا مثلا USM کیت بود، الان شده مثلا USM کیت 2. چه فرقی کرده؟ الان هم کاربر بخواد پیداش کنه مهندس سخت نگیر. این واژه‌ای که زیاد میشنوم، مهندس سخت نگیر. میگم آقا اون URL قبلی اتوریتی داشت، اعتبار داشت، خرابش کردی، پاکش کردی. به خاطر اینکه این مشکل پیش نیاد، حالا هر مثالی که زدم مربوط به کالا بود، این اتفاق میتونه توی مک هم بیفته. مثلا قبلا فرض کنید من تیم محتوایی هستم که امروز استخدام شدم تو شرکت، به من گفتن که یک مقاله بنویس در رابطه با آموزش حذف کردن اکانت اینستا. منی که میخوام محتوا بنویسم باید چک کنم که نکنه یکی از قبل اون کارمند قبلی 2 سال قبل همین موضوع رو رفته، نرم مجدد یک URL جدید براش بسازم، برم همون محتوا قبلیه رو ویرایش کنم، ارتقاش بدم. اوکی؟ واضحه؟ پس ما سعی میکنیم
قبل از اینکه یه چیزی تولید کنیم، یک URL جدید، چه محصوله، چه مقاله است، چه دسته‌بندیه، چه مثلا یک لندینگ در رابطه با خرید اقساطی، چه مثلا یک لندینگ در رابطه با تعمیرگاه، قبل از اینکه یه چیزی رو بسازم، قبل از اینکه URL didnegar.com/repair ساخته بشه، وظیفه سئو کاره که توجیه باشه که آیا این از قبل وجود داشته این آدرس؟ آیا همچین موضوعی، مثلا تعمیر تخصصی دیدنگار، قبلا روی یک صفحه مشابه کار شده؟ قبل از اینکه تک تک این URL ها ساخته بشه، چون ببینن پشت هر کدوم از اینا یه لینک دیگه، قبل از اینکه تک تک اینا ساخته بشه باید یه آدمی دبل چک کنه که بی خودی همچین محتوایی رو نسازه. سعی کنید در ساختن URL ها و از اون طرف در پاک کردنشون به شدت سختگیر باشید. تا اونجایی که میتونید یک URL رو پاک نکنید. تا اونجایی که میتونید برنامه نویس رو توجیه کنید که چک کنه کارهاشو. نیاد مثلا به خاطر طراحی یک تم ساده از روی این کالا 5000 تا URL مختلف، مثلا 5000 تا چیه، بی نهایت تا URL مختلف، مثلا فرض کنید اگر انتهای اینجا بخوره علامت سوال 555، خب این آدرس هم باز کنی مجدد همین کالای میاد بالا. این الان البته یک مثال ها و این اتفاق میفته به خاطر ساختار URL هاست که این کار اصطلاحاً من یک کوئری رو اضافه کردم به لینک این پیج که میتونه مثلا گت بشه و حالا اکشن های خاص برنامه نویسی میاد با این امکان استفاده میشه. مثلا فرض کنید این کالا با آدرس های مختلفی با 3 تا آدرس همزمان باز میشه، این یا مثلا /SAAA، همه این آدرس ها رو بزنید همین محصول باز میشه. حالا برنامه نویس به هزار تا علت مختلف رفته اینجوری طراحی کرده. رصد کنید، چک کنید و توجیه کنید برنامه نویس رو که آقا هر یک کالا فقط با یک URL باید در دسترس باشه. اگر مجبور شدی به خاطر اون چیزی که نیاز داری، اگر نیاز بود، مثلا با تگ کنونیکال حتما اعلام کن به گوگل که آقا صفحه اصلی من فلانه، این یک دوپلیکیته که از روی اون صفحه اصلی گرفته شده. بریم سراغ ویدیوی بعد.